بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد زمان تفتیش پرونده های مؤلف کتاب حوادث روزگار من عبدالخلیل خالقزاده، محرر این کتاب عبدالقادر رستم و ناشر آن مدیر نشریات ارگراف سهراب رجبزاده را باز یک ماه دیگر تمدید کردند. به این ترتیب مولت حبس پیشکی عرصه را که 4 ماه باز در سزا قرار دارند با درخواست مفتش نیز یک ماه دیگر تمدید کردند. معمولا مقامات تفتیشاتی زمان تفتیش پرونده ها و مهلت حبس متهمان را کمش 2 ماه تمدید می کنند، ولی به گفته یک منبع بامداد تفتیش این پرونده پر سر و صدا الکی در مرحله انجام یابی است و تفتیشات به خلاصه رسیده است که برای تکمیل برخی مواد خرد و ریزه باقی مانده و با تصدیق فکر عیبدار کنی به دادگاه سپردن این پرونده 1 ماه دیگر را در بر میگیرد. داستان کل تاجیکستان که تفتیش پرونده کتاب خالقزاده را در دست دارد تا کنون خبر تا 1 ماه دیگر تمدید شدن زمان تفتیش پرونده را یگان شرح نداده است، ولی منبع بامداد گفت به احتمال غالب تفتیش این پرونده الکی در اولهای سال نو 2024 به آخر رسانیده شده اون به دادگاه فرستاده می شود. به عبدالله خالقزاده، سهراب رجبزاده و قادر رستم بر اساس ماده 189 قسم 2 بند گ کودکس جنایتی تاجیکستان برای برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع اجتماعی، نژادی، ملی، محلگرایی و دینی از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان تهدید می کند. بنا به اطلاع دریافتی با درخواست تفتیشات تا کنون چند تشخیص لینگویستی یا زبانی کتاب خالقزاده انجام داده شده است و گویا تشخیصگران خلاصه دادند که در کتاب علامت‌های برانگیختن کینه و عداوت دیده می شوند. مقامات تا کنون نتیجه های تشخیص ها و دیگر حرکت های تفتیشاتی انجام شده را شرح ندادند، ولی چند پیش خبر نشر شد که گویا سهراب رجبزاده در جریان بازپرسی او گفته است که با خواهش قادر رستم کتاب خالقزاده را نشر کرد. رجبزاده گفته است که متن کتاب را در نشریات ارگراف پیش از چاپ تشخیص نکرد، از بس که بعدی بشناخته اعتماد داشت کتاب را نخوانده به نشر آن اجازه داده است و گویا قادر رستم بر علاوه گفته باشد که جوابگریش به گردن من. عبدالخلیل خالقزاده روز 7 آگوست سال 2023، سهراب رجبزاده 14 آگوست و عبدالقادر رستم 31 آگوست دستگیر شدند. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز 15 آگوست در نشست خبریش گفت که فرمان بازداشت عبدالخلیل خالقزاده را شخصا خودی او داده است. اما منتقدان و مخالفان حکومت پرونده کتاب حوادث روزگار من را حمله بی پرده به آزادی بیان که به اینم در تاجیکستان خیلی محدود شده نامیده محکوم میکنند. به عقیده منتقدان سبب اصلی تعقیب مؤلف کتاب انتقادایش از فضای امروزه کشور به خصوص از فشار به سرمایه‌گذاران و صاحبکاران و به یک مرز فراگیر تبدیل یافتن فساد و کروپسیا در تاجیکستان است و قصه آن جوانزن تنها یک بهانه شد.